ای دیونا کاری ما را چه کردی؟ بگوی خیلی نمیارم حلالش کنم. شوکت چی کار کردی شاه دختر را؟ خوردمش. شوکت است؟ آن بیشرفی لعنتی را میکشم. بانو از پشت او مرا ترک کرد، غیب زده رفت. گوش کن، اگر به جانانم دست رسانی تو را پاره پاره میکنم، زنده‌ات نمیمانم. ای بدبخت تولین سازه گپ کشال نکن. چیکار کردی پولای مرا؟ آماده است. خوب حاضر با تو سراغه را که میفرستم پول را برده در آنجا میگذاری. بعدا من رفته پول را میگیرم. بعد گرفتن پول مکان تولین را به تو میگویم. اگر یگان خطاگی کنی یا تنها نیایی دیگر تولین را در خوابت میبینی. فهمیدی دیوانه؟ چی شد؟ من میروم، نزد تولین نمیروم. مرا گوشنید. حاضر مرا به نزد خانه بانو برده این ابله را به انبارخانه برید. خودم شخصم به سرش میپرانم این خاین خرخاییده را. کیکانون اکا یک چیز مهم رو بگم. من بخشتان اکا. تو را من به نزد سقراط میفرستم خربچه. اکا سقراط در اینجا چی دخل داره؟ ما ایران روی سقراط بیزارم همه رفت همونه. یک مرده که ریش سفید افتش خنود چشمش بستگی خشرنگی پیراتسکی کاریبسکی موره کرده. سقراط پروندن کو همراه میگه که کانون. چی؟ پروندنش؟ بشخی سقراط پروندن یا خدایا بسیار خبری خوش. کسی سقراط پرونده پروردگار هفت پشتش رحمت کنه. من برم همین خبری خوش به برادر عزیزم دوملوزیا برسانم. خیر اکا کانون اجازت من برم میگم. شوکت با ماشین شی. اکا من خودم به سامان تاکسی میرم. رحمتی کلام. استورچم کنعانی دیوانا از راستی آدمی مرا میکشد. اکا صغیره می دودر دوملوزیوم اکا مثل که سرم بی بلا بود باز